نزدیکان رحیمجان کامilov که در کشتار نازمه 15 ساله همراه با عبدالقاسم نورمتوف دست داشته است میگن که فرزند آنها فریب خورده است و عمدن به این عمل وحشانه جلب کرده شده است. آنها میگویند که حتی نزدیکان عبدالقاسم نورمتوف به آنها $12,000 پیشنهاد کردند که در جریان تفتیشات تا انجام تفتیشات آنها صدا بلند نکنند و هیچ گونه از خود واکنش نشان ندهند. در من گفتند این خانم با اومده التماس کردند که دیگه جلبه نکنین، $12,000 پول میتیم گفته. کی گفت به شما همین پول؟ پدر نورمتوف. طولان کامیلوف پدر رحیمجان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که وی 3 شاهد دارد که در وقتی بررسی پرونده آنها در پروکراتوری ناحیه تورسونزاده به آنها $12,000 از طرف والدان عبدالقاسم نورمتوف پیشنهاد شده است که در جریان تا انجام تفتیشات این پرونده آنها خاموش بشوند و از خود هیچ واکنش نشان ندهند. وی میگوید که در وقتی بررسی عریضه کاساسیونی آنها در دادگاه عالی حتما این نکته ها را همراه با شاهدان در میان میگذارد. در ضمن والدان نازیما اسامidدینова میگویند که آنها خواهش شکایت بردن از بالای حکم دادگاه را ندارند، زیرا آنها از نگاه مالی خیلی کم بضاعت هستند و توان داشتن ادوکات و بحث و این چیزها را ندارند. از این رو آنها گفتند که در صورتی که والدان رحیمجان کامilov این شکایت را به دادگاه عالی بردن، اینها نیز از آنها حمایت میکنند و همراهی خواهند کرد. و در ضمن وقتی که ما با والدان عبدالقاسم نورمتوف صحبت نمودیم که این کار تا کجا کشیده شده است و آیا واقعا آنها $12,000 به والدان رحیمجان کامilov پیشنهاد کردند، آنها رد کردند، گفتند هیچ گونه مبلغی در این میان داده نشده است و آنها نیز در صورت شکایت والدان نازیما آنها نیز از خودشون حمایت خواهند کرد. نه یک سوم داده ما نه. من 2 بار حاجی دروغ نمیگویم. بچگانم هم آمدگیش نه. یگان تا بچه ما آمدگیش نه. یک من آمدم. دادگاه عالی تاجیکستان روز 28 اپریل سال روان شریکی او رحیمجان کامilov را برای 20 سال از آزادی محروم کرد. عبدالقاسم نورمتوف و رحیمجان کامilov دو همسن و ساکنان ناحیه ترسونزاده بر اساس ماده 104 کادکس جنایی یعنی کشتار گناهکار دانسته شدند. به سوال اینکه چرا به متهم اصلی 10 و به شریکش 20 سال زندان تعیین شد، مقامات گفتند که عبدالقاسم نورمتوف در روز کشتار هنوز نابالغ بوده است. قبلا عیبدار کننده دولت از دادگاه عالی برای عبدالقاسم نورمتوف 10 سال زندان ولی برای شریک وی رحیمجان کامilov 22 سال حکم زندان طلب کرده بود. دادگاه این چنین میرزا رحیموف مدیر اینک سابق شعبه تشخیص طبی و سودی ناحیه ترسونزاده را برای پیشنهاد تشخیص بر دروغ شرطاً برای 2 سال از آزادی محروم کرد. جسد نازیما اسامidدینova روز 4 فوریه امسال در یکی از میدانهای کشت ناحیه ترسونزاده با 15 زخمی کار آشکار شده است. خانواده‌اش میگویند آن بیگاه دختر در خانه پدر بزرگش بوده و عبدالقاسم نورمتوف و همراهش وی را با هدف گفتگو به بیرون بردند. به قبل والدان این دختر نابالغ در اول تشخیص طبی جنایی علت مرگ او را خودکشی اعلام کرد. میرزامدین اسامidدینov بابای دختر به سوال ما که آیا خودشان زخمی کارد را در جسد ندیده بودند گفت جسد را ساعت 4 روز داده تاکید کردند که زود به خاک سپارند. بعداً به دلیل شبهه دادستانی به تشخیص جنایی و شکایت خانواده پرونده از روی کشتار باز شد و جسد دختر را برای تشخیص از خاک بیرون آوردند. دیرتر دادستانی شهر تورسونزاده با تکیه به تفتیش پیشکی گفت که دختر قربانی یک ماجرای عاشقانه شده است. به گفته مفتشان رابطه عاشقانه نازیمه 17 ساله با خواننده صنف 11 این مکتب بعداً به جنجال پیچید و باعث به کشته شدن شده است. میرزا نبی خالقزاد، فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.